چطور امروز اومدیم با یه ویدیو جدید دوستان. یادتون میاد یه ویدیو همین دیروز گذاشتن که دوستان چیز بود، آموزش. الان میخوام آموزشش بدم. رفتیم تو دنیای بکرومز و هیولای اومد فرار کردیم تو پارکینگ. اگه اونو دیدید که الان فقط میخوام آموزشش بدم که چجوری دانلودش کنید و اونایی که ندیدن اون ویدیو رو الان بهشون میگم چجوریه. دوستان فقط واسه این نیاز به برنامه اسنپ چت دارید. میریم توش، میریم توی اینجا، مثلا این نیاز نیست تو هر چیز. بعد میایم اینو میدیم اینجا، اینو اون برنامه رو کار نشده. مثلا میایم تو قسمت ورد، میایم تو قسمت بکرومز. بعد دوستان یه پورتال میاد وسط، همین وسط. بعد دیگه خلاص همونطور که خودتون دیدید میگه برید تو پورتال. میریم تو پورتالش. بعد مثلا این دکمه رو بزن دیگه، دکمه رو بیا. الان این هیولای میاد منو میقوله، الان قرمزی میاد منو میقوله. وای اومد. حالا تو اینو هر جا میتونید بذارید، مثلا تو اینجا یه اتاق، اونجا یه اتاق، مثلا بیرون، حیاط، هر جا. برای اینکه گفت شما خورده شدید. بعد تو نمیدی یا پورتال کوچیک میشه، من جام کوچیک اون میره اون گوشه خودش. و یک جای بزرگ برید، اونایی که اون ویدیو رو دیدن میدونن همونجا میمونه پورتال. بعد همین دیگه دوستان، اینم از این. حالا یکی دیگه هم داره میره تو دنیای ماینکرافت، اینم دیگه نشونتون میدم بعد ویدیو تمام. خب میریم تو ورد، یه پورتال ندر میاد واسهتون. دیدین نه دست من. دیدین. خب میریم تو پورتال. افتید، پورتالمون افتید. دوباره میریم. رفتیم تو ویلج. اول کاری تو ویلج یه ذره اینجاش فیک. بعد دوستان اینم از دستم دیگه. دیدین. بعد اون یکی دستتون هم این شکلی میشه. دیدین. من باشه میگم دیدین. خب همین دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار. من داشتم الان ویدیو رو قطع می‌کردم، ولی دیگه همین باهم قطع کنم. خب دیگه دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.